با درود و سلام خدمت دوستان عزیزم، همراهان گرامی و ایرانیای داخل کشور و خارج کشور و کل کره زمین. من میخوام از غذای اغلبی که خودم دارم مصرف میکنم، اکثرا هست همین، به شما دوستان عزیز پیشنهاد کنم. این غذا خیلی لذیذ و پرطرفدار و قدیمی، اسمش تاس کبابه. تاس کباب به این صورته که شما هر گوشتی رو که دوست داری میتونی انتخاب کنی، گوسفندی یا فیله گوساله یا شترمرغ یا بوقلمون. من اومدم برای اینکه خب طبع خانواده‌مون رو میدونم چجوریه، گوشت شترمرغ رو با گوشت مرغ قاطی کردم، مثلا 1 کیلو از این 1 کیلو از این کلا رو فریز کردم و هر دفعه میخوام استفاده میکنم. هم طبع مرغ رو گرم کرده و همین که خاصیتش خیلی بیشتره، گوشت شترمرغ گرمه. در اینجا گوشت رو یه دونه پیاز رنده میکنیم، 1-2 ساعت استراحت میدیم که طعم خیلی خوبی پیدا کنه. روغن زیتون در حد همون 1 قاشق الی 2 قاشق ما استفاده میکنیم. این غذا خیلی مقوی و خیلی هم علاوه بر اینکه ویتامین‌های کامل داره رژیمی. اگر خواستید با برنج میل کنید میتونید، اگر خواستید که مثل ما خالی بخورید. خب اکثرا ما سبزیجات پخته میخوریم با حالا یه مقدار پروتئین. سعی میکنیم از مصرف نون و برنج بپرهیزیم، یه مقدار کم کردیم اینا رو، با مصرف سبزیجات پخته و یه کمی پروتئین سعی کردیم جایگزین کنیم اینا رو، یعنی مثلا هم حالمون بهتر بشه هم سبکبال‌تر بشه. در اینجا ما استفاده کردیم از انواع سبزیجات، ولی خب اصل سبزیجاتی که داخل تاس کباب استفاده میشه همون هویج و پیاز و سیب زمینی و گوجه است. من خودم کلم بروکلی هم داشتم، گوجه سبزم بود برای رنگ و طعمش، اونا رو هم استفاده کردم و ویتامیناش. و الا اصلش با همین 4 تا سبزیجاته و یه نوع گوشتی که خودتون صلاح میدونید. گوشتا رو اول کف تاوه میخوابونیم به این صورت با روغن خیلی کم. بعد شروع میکنیم سبزیجات رو به ترتیب سفتی. حالا اول هویج رو من همه رو به صورت گرد گرد بریدم، اونا دیگه سلیقه‌ایه، ولی اصلش همون گرد گرده، بیضی، گرد یا هر صورتی خودتون دوست دارید. برش زدم. حالا هویج رو می‌ریزیم، بعد سیب زمینی رو، پیاز رو همینطوری به ترتیب. سری بعد هم همینطور ادامه میدیم. این کانال لازم بذارید که من بگم، این کانال رو من و خاله شروع کردیم. از شما میخوایم واقعا که برای حمایت از ما نیاز دارید که ما رو لایک کنید، برای دوستانتون شیر کنید، عزیزانتون. واقعا با عشق ما این غذاها رو درست میکنیم، چون علاقه خاصی به آشپزی داریم و این علاقه و عشق رو به شما تقدیم میکنیم. الهی که کارساز باشه. به این صورت ما میچینیم سبزیجاتمون رو. خیلی این غذا خوشگل و خوش رنگ و لعابه و خیلی خوش طعم میشه. اینجا از پودر هل سبز من استفاده کردم. این تقریبا ادویه خاصی من استفاده نمی کنم، به خاطر اینکه پودر هل هم گرمه هم عطر خاصی داره و حس و حال آدم رو عوض میکنه. من سالها الان از پودر هل استفاده میکنم. واقعا پیشنهاد میکنم دوستانه بهتون که استفاده کنید. مطمئن باشید که غذای شما با کل اطرافیانتون متفاوت خواهد شد. نمک رو حداقل استفاده میکنید. یه ذره پودر دارچین هم من ریختم. این سبزیجات یه مقدار سرده، البته آب پس که میشه اون حالت سردیش رو از دست میده. سری بعد هم همینطور به ترتیب لایه آخر که همه سبزیجات رو چیدیم دوباره گوشت میچینیم اگه مونده باشه.
به صورت همین کبابی حالا یا به صورت کتلت، هر جوری که تمایل دارید گوشتامون رو میذارید. سری بعد هم همینطوری سبزیجات مثل قبلی میچین. دوستان عزیز، من سالهاست طب سنتی کار میکنم. خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم و خدا رو شکر خیلی نتیجه دیدم. باعث شده هم خودم حالم بهتر باشه، هم خانوادم، همینطور پدر مادرم خدا رو شکر نیاز به دارو ندارن. هر چند وقت خب میرم ماهی یه بار ماساژشون میدم و بهشون توصیه میکنم که چه چیزایی مصرف کنن نکنن. ما الان تقریبا یکی از اصلاحات غذایی که داشتیم ترک نان بوده، یعنی نان رو به حد اقل رسوندیم. کربوهیدراتی مثل نون و رشته و اینا رو خیلی کم کردیم. همینجور مثلا یکی از چیزایی که خیلی مصرف میشه و لذیذ میکنه خود گوجه است. اینا یه حالت سرد دیگه، روب گوجه، ولی خب تو غذا استفاده میشه، نمیشه واقعا این کار ناپذیره که بگیم استفاده نمیکنه. ولی اینا رو به حداقل برسونیم خیلی بهتره. بعد مثلا جایگزینی که من برای نون گذاشتم حبوبات و میتونید اسفناج رو میکس کنید با سفیده تخم مرغ، حبوبات پخته رو میکس کنید همراه با سفیده تخم مرغ، اینا رو میکس کنید و ته تابه بدون هیچ روغنی نازک بریزید به صورت نان مصرف کنید. خیلی لذیذه و خیلی سبکبال خواهید بود، نمیره بچسبه به روده و معده. برنج رو با نون یک مقدار سنگین میکنه. اگه دقت کرده باشید مثلا زمانی که شما یه قاشق برنج یا یه تیکه نون رو روش خورده آب میریزید میخواد بمونه خیس بخوره، چندین برابر میشه. دقیقا تو معده و روده ما همین کارو میکنن اینا. پس چه بهتره که اینا رو مصرفشون رو به حد اقل برسید. در اینجا همه لایه ها ریخته شد، لایه آخرم سبزیجات ریخته شد. برای اینکه ما بتونیم سبزیجاتمون کامل رو بپزیم و خوب در بیاد حتما از دمکن استفاده میکنیم و یه دمکنی میذاریم روش که سطح سبزیجاتمون هم کامل بپزیم. در اینجا من از کمی رب استفاده کردم، خیلی کم، یه مقدار از رب انار برای اون سوسی که میخوایم بریزیم روش بپزه. با یه لیوان آب گذاشتم میپزه با خیلی حرارت 30. یه مقدار آب گرم میریزیم داخل همین رب و زردچوبه و هل و دارچین و نمک و اونو به تاس کبابمون اضافه میکنیم. این غذا خیلی قدیمیه، تا جایی که یادمه مادر بزرگم درستش میکرد. البته ایشون با گوشت گوسفندی قلم درست میکرد، ولی خب ما زیاد چون تمایل نداریم این کار رو انجام نداریم، چون زیاد گوشتی نیستیم، خیلی همون چرخ گردش رو بیشتر تمایل داریم. اونم خیلی لذیذ میشه. شما میتونید امتحان کنید، مثلا گوشت گوسفندی رو یه لایه بخوابونید روش یه لایه چربی دنبه میذارم، یه خیلی کالریش میره بالا. بعد همینجوری سبزیجات رو میچینن، اونم فوق العاده لذیذ میشه. تاس کباب اصیل همونه، اگه بخواید اصل تاس کباب رو در نظر بگیرید. در اینجا ما این سسمون رو اضافه میکنیم، نیم پس شده غذامون، دوباره دم میذاریم که یه 10 دقیقه رو همینطوری بمونه. خواستید حالا زعفرون هم داشتید یک مقداری میتونید اضافه. هر چقدر از این
آموزش لذت بردید، انرژی گرفتید. ازتون میخوام که ما رو حمایت کنید، لایک، سابسکرایب و شیر به دیگران یادتون نره. خیلی ممنون میشیم که بتونیم این کانال رو ادامه بدیم و این حمایت شماست که باعث میشه ما با عشق بیشتری دنبال غذاهای بهتری باشیم و که شما هم لذت بیشتری ببرید. میگم ما چون اینجا نون و برنج مصرف نداریم تقریبا به حداقل رسوندیم، اینها رو به صورت خالی، یعنی نون، این کربوهیدرات، این غذا برای ما هم سیب زمینی. بفرمایید. نوش جانتان، گوارای وجودتان عزیزان دلم.